امروز در یکی از مناطق اطراف تهران به نام پاسگاه نعمت‌آباد هستیم که برای دیدن یکی دیگه از بچه‌های زنجیره امید اومدیم. ولیعهد یکی از بیماریان ترمیمی زنجیره امیده. متاسفانه به یک بیماری نادر و ژنتیکی مبتلا است که این بیماری باعث تجمع مواد در بافت‌های مختلف بدن میشه و میتونه مشکلات جدی در عملکرد ارگان‌ها مثل مفاصل، پوست و اندام‌های داخلی ایجاد کنه و همچنین اختلالات رشدی و عوارض قلبی و کلیوی. و متاسفانه این بیماری باعث ایجاد توده‌های بر روی بافت‌های مختلف بدن ولیعهد شده و خیلی زندگی رو برای اون سخت کرده به علتی که این توده‌ها بسیار دردناکه. حالا امروز در کنار این خانواده هستیم و می‌خوایم با مادرش صحبت کنیم. سلام، شما مادر ولیعهد هستین درسته؟ خب می‌خواستیم کمی در مورد ولیعهد برامون توضیح بدید که متوجه بیماری شدید و قبل از اینکه با زنجیره امید آشنا بشین چه اقداماتی رو برای درمانش انجام دادید؟ ما دیگه وقتی که این 2 ماه بوده ما متوجه شدیم که این بیماری معلول که بود، دست و پاش تکون نمیخورد. بعد از 2 سالم که شد، بعد از 2 سال این توتهای بدنش در آمد. هرچی هم که خود ما دار و ندار خود دوایی کردیم، با این چند بار عمل کردیم. مدت 3 سالم میشه، این سال 4م که با زنجیره امید آمدیم. الان هم که تحت نظر اونای دیگه هر بار عمل میشه، این توتا ازی بیشتر میشه، از اینجا عمل میکنم از جای دیگه در میآیه. خیلی اذیت هم هست دیگه، من نمیدونم که چی. یعنی این تودا از 2 سالگی روی بدن ولیعهد آره، از 2 سالگی اول سر شمالی هم پسر اون پشت سر 2 جا 3 جا هست. چند بار عمل کردیم. انا از اینجا که عمل میکنم از جای دیگه در میآیه، بدنش هست، تخت و کمر، سر شونی و دست و پایش همش دیگه نمیدونم که اصلا چند باری عمل شده. وقتی که عمل شده خود ما که هرچی دار و ندار خود به این چیز کردیم دیگه. ما نمال چیزی نداشتیم. بابایی هم مثلا 2 سال پیش ما رفته، پدرش هم 2 سالی که منزل رو ترک کرده و تمام مسئولیت زندگی بر دوش شما و گویا خواهر ولیعهد. آره، یک برادر دیگه هم داره، اون هم طفلیت پایش معلوله مثلا. ما یک پسر معلولی دیگه هم. آره دیگه، ما خیلی زندگی ما سخته دیگه. هزینه‌های درمانیش هم که بسیار بالاست. آره، هزینه‌های درمانی هم بالاه دیگه که هزینه‌های درمان کنه چند بار شما میدین. بازم دیگه این خونه همیشه دارو داره. همیشه مصارف داره، دارو داره. چیکار کنم دیگه اینجوری. ولیعهد در سال 1401 تحت پوشش زنجیره امید قرار گرفت و ایشون به آقای دکتر فتی معرفی شدن و آقای دکتر تشخیص دادن که باید هر چه سریعتر این تودا از روی بدنش برداشته بشه چون بسیار دردناکه و زندگی رو برای ولیعهد خیلی سخت کرده. تا امروز 6 مرحله جراحی داشتن و همچنان این درمان ادامه داره و این توده‌ها باید از روی بدن اون برداشته بشه. و شرایط سخت اقتصادی زندگی رو برای اینها خیلی سخت‌تر کرده. به ویژه پدر ولیعهد 2 سالی که منزل رو ترک کرده و تمام مسئولیت زندگی بر دوش مادر و خواهر. طبیعتاً اونها با چالش‌های متعدد روبرو هستند، مثل نداشتن درآمد ثابت و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی مثل غذا، پوشاک، مسکن و به دنبال اون نداشتن شرایط مناسب بهداشتی و درمان. خب مامان ولیعهد غذا خوردنش به چه شکله؟ با توجه که این توده‌هایی که توی دهنش هست چطور غذا می‌خوره؟ دیگه اون چیز نرمه که دوست داشته باشه، من یه ذره به دهن میکنم. آره، مگر خیلی چیز کوچیک باشه. یعنی غذا رو براش له می‌کنید؟ آره، غذا مگر خیلی نرم کنم به دهن کنم. فقط میشینم پیشش به دهن میکنم. خودی که دستای توالا نمیشه که غذا بخوره. ما دستاش حرکت نمی‌کنه؟ نه، دستای حرکت اونجوری که هسته دیگه دستای خم نمیخوره. زندگی خیلی سخته. من با این همیشه دارو درمان داریم، هزینه‌های از خیلی زیاده. این هست که هزینه‌هایی هم که زنجیره امید میکنه. بازم دیگه وقتا دیگه همیشه دارو داره. هزینه‌اش جراحی هم خیلی زیاد میشه. هر دفعه 40-50-60 میلیون میشه. خودم مریضم. آره، مشکل خودتون چیه؟ مشکل خودم خونریزی معده دارم. مامان ولیعهد، تا اونجایی که من میدونم بیماری پسرتون باید تحت کنترل باشه. یعنی اگر که بچه شما به موقع درمان نشه این توده‌ها بیشتر روی بدنش رشد میکنه. آره، بیشتر بدنش رشد میکنه. فقط اگر درمان نشه که اینا هم قدای سر وا میکنه، چرک و خون میایه. به جز جراحی دیگه یک ویلچر بزین دادم، یک تخت دادم. چند بار هم میته به ما آذوقه خونه کمک کرد. مواد غذایی بهتون کمک شده؟ مواد غذایی. ویلچر و یه تخت برای ولیعهد. آره.
ولی همچنان درمان ولی احمد ادامه داره. آره درمان ادامه داره. سلام، من ولی احمدم. چند بار تا حالا عمل شدم، خیلی اذیتم، خیلی قده در میارن. تا حالا پام سرم عمل شده، 6 بار عمل شدم. زانوم عمل شده، سر شونم، گردم عمل شده، پشت سرم عمل شده، بینیم عمل شده. آقای دکتر فتی چند بار من تا حالا جراحی کردم. اگر من جراحی نشم قدام زیاد میشه، درد دارم و خونریزی میکنه. بیماری خیلی سختمه، دارم اذیت میشم. من دوست داشتم مثل بچه‌های دیگه تیار باشم، برم بازی کنم، فوتبال برم، مدرسه برم. درس خوندن خیلی دوست دارم. من در آینده دوست دارم دکتر بشم، مریضیای مثل خودم رو درمان کنم. مامانم دستن هاست، خیلی سختمه، هزینه‌های درمانم. از شما میخوام کمکم کنین من خوب بشم.